سلام علیکم صدام حسین خان. افغانستان جلالتمآب جمهوررئیس د دویم کنډک تراجیل و جګړن صدام حسین محمود ما مرکو صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی سلام علیکم صدام حسین خان. ما تلیفونو که سل میړانه ده او له هغه الو زلو نه ده چې په هلمند کې اخیستي دي درنه مننه وکړم، کوروداني درته وایم، خبرم له کارونه ده او غواړم له ټولو سربازانو نه ده، افسرانو نه ده او له تا نه مننه وکړم. قربان دي سم سلامت اوسې. موږ سرحدي لیوا په دفاعي حالت کې قرار لرو. اوس جګړه د لښکرګاه په ښار کې په ډېر شدت سره شپه او ورځ روانه ده چې په هغې کې جنرال صاحب علي د خاص اطلاعاتو قومندان او زموږ قهرمان جنرال صاحب سمیع سادات همالته په داخل په ښار کې په جنګ ورسره مطلوبه دی. انشاءالله چې دښمن ته به شکست ورکوو د خدای په زور سره. انشاءالله تعالی زه یقین لرم چې تاسو په میړانې لښکرګاه زموږ کور ده د ټولو او د ژوند علامه ده. دا هلمند، دا کجکی افغانانو په خپل وینې په خپلو ډېرو هلو ځلو باندې آباد که. انشاءالله تعالی هلمند به بیا د ټول افغانستان کندوي. بیا هم درنه مننه کوم که څه فرمایش ولرې زه د خدمت کې یم. قربان دي سم سلامت اوسې. زموږ ټول مېړني او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ تر څو چې مو یو ساعت کې وینه په بدن کې وي د خپل وطن څخه په کلکه دفاع کوو. او زموږ جنرال صاحب سمیع سادات پاکستانیانو قاتل تر څو چې په هلمند کې او په لښکرګاه کې لښکرګاه هرګز سقوط نه کوي. جناب رئیس صاحب جمهور مطلق ورباندې ویاړ کوم. واقعا مو قهرمان ده. خدای دې ساتي. لا نور بریالیتوب هم غواړم. ورځ مو په خیره صدام حسین خان. قربان دي سم سلامت اوسې. په خیر اوسې. سلام. سلام علیکم انتظار صاحب. سلام جناب افتخار باشید. جناب انتظار صاحب، انا لله و انا الیه راجعون. من تلفن کردم که از شهادت برادر شهیدتان جان علی خان تسلیت بگویم. واقعا در عملیات تصفیوی قندار قهرمانی کرد. تسلیت ما به تمام خانواده‌تان، به تمام انصافایشان. کدام فرمایش داشته باشین من در خدمتتان هستم. تشکر جناب رئیس جمهور. باره کردین که ما ارتباط گرفتین. واقعا افتخار بخشیدین. تشکر از همدردیتان و تشکر از دلجوییتان. ما به نمایندگی از خانواده خود و خصوصا مادر پیر واقعا به شهادت برادر ما افتخار میکنیم که در راستای خدمت وطن و امنیت مردم اونا جان خود فدا کردن. واقعا باعث افتخار ماست. لطف کردین. تشکر میکنم. رئیس دفتر شورای امنیت ملی جناب صاحب عبدالرحیم شیشتن ما معلومدار سر شهیدای خود افتخار میکنیم. سر جان علی خان واقعا سر بخشای معنوی و مادی چیزی که باشه اینا هم رایتان باز مشوره میکنن. تشکر. سلام خدمت جناب. خداوند داشته باشیتان. مخصوصا والده صاحب محترم مرا تمام همدردی مرا و تسلی مرا برشان عرض میکنین. من آدم فهمیده میتونه به چی اندازه سخت است و از روحی بلند شما و تمام خانوادهتان از صمیم قلب تشکر میکنم. تشکر لطف کردین. به هر حال ما به خاطر بهبودی کشور خود و به خاطر آرامش مردم خود همچنان همه نیروهای امنیتی خود دعا کنیم انشاءالله که همهشان پیروز موفق باشند. انشاءالله تعالی بخیر باشید. سلام علیکم. سلام. مدتی خان سلام علیکم. سلام از ما. خوب هستین؟ بخیر؟ شما خوب هستین انشاءالله. من تلفن کردم که تشکری کنم از شجاعتتان در دفع دشمن و موفقیتتان بخوایم. واقعا رادمردایی مثل شماست که تاریخ امروز تعیین میکنه. اگر کدام فرمایش داشته باشین من در خدمتتان هستم. عامل صاحب حوزه 14 پلیس شهری را. جناب رئیس بزرگوار ممنون شما. صحت سلامت باشین.
این جان تشمیه که شما فرمودین ما به تنهایی خود نبودم، تمام پرسنل امنیت حوزه 14 در کنار ما بودن. تشکر، جهان سپاس که قدردانی کردین، ما تشویق کردین، انگیزه دادین جناب رئیس بزرگوار. مشکلات ها و چالش ها زیاده که من به این 1 دقیقه 2 دقیقه نمیگونده جناب رئیس قبول دارم به شما تذکر دارم، اما این اطمینان میدم که اسکر شما و همکاران با تمام نیرو با تمام جدیت در خدمت شما هستیم، در خدمت نظام هستیم. از دستاوردهای 20 با تمام وجود دفاع میکنیم، از حقوق زن، از حقوق بشر و از دستاوردهایی که در طول 20 سال داشتیم حتما دفاع خواهیم کرد. خداوند داشته باشید. جنرال صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر شورای امنیت ملی هستند. مشکلات را که وجود داره و بر رفع از اونا اینا همراهتان با صحبت میکنند. سلامای مرا به تمام همسنگرایتان، تمام همکارای حوزه 14 پلیس برسانین. من از تک تکتان سر تک تکتان افتخار میکنم. خداوند موفق داشته باشیدتان. تشکر جناب رئیس بزرگوار. همچنان قماندان صاحب امنیه یک شخص بسیار مومن و با صلابت همیشه در کنار ما بودن و در تمام جبهات دوش به دوش شما شرکت داشتن. جا داره که از شما در گزینش چنین قماندان تشکری کنم. واقعا بسیار یک انتخاب شایسته و وجاد. ممنون شما جناب رئیس. بخیر باشه. سلام علیکم. خواهش میکنم. سلام علیکم. دگر واسه بندرابی سلام علیکم. سلام علیکم جناب جلالتمآب محترم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقماندان قوای اعلای مسلح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دگروال عبدالبصیر اندرابی هستم، افسر احتیاطی وزارت دفاع ملی. امر کنین جناب رئیس به خدمت هستم. خواهش میکنم جناب. السلام علیکم جناب دگروال صاحب. اول شفایتان میخوایم چون جراحت برداشتین و دوم از شجاعت و استادگیتان و مردانگیتان میخوایم تشکر کنم. تشکر از اینکه لطف کردین جویای اول ما شدین جناب رئیس بزرگوار. قوت بخشیدین، رویه بخشیدین به ما. من انشاءالله به زودترین فرصت از شفاخانه مرخص خواهد شدم و در کنار همسنگرایمان قرار خواهد گرفتم. به هیچ وجه و شما اطمینان میتیم و به مردم افغانستان که به هیچ وجه به دشمنان مردم افغانستان اجازه نخواهیم داد که باز حکومت سیاه طالبانی و کشورهای که در عقب پلانای شومی که دارن بالای وطن ما و به اهداف شومشان برسه. انشاءالله اراده قوی به خاطر سرکوب دشمن از طرف رهبری حکومت ما از جانب خودتان به وجود داره. انشاءالله ما مستحکمتر و قویتر در برابر دشمنای مردم افغانستان استادگی خواهد کردیم. ما انشاءالله یک اعضای بدنمان از دست دادیم، یک چشممان این مانع مبارزات ما نخواهد شد. هنوز قویتر و مستحکمتر در برابر دشمنان مردم افغانستان استاد میشیم. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا دم مرگ یک قطره خون در بدنمان باشه از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما دفاع میکنیم. اگر ول سه بینمی روحی عالیست که جمهوریت نظام ما را، مشارکت هم ما را، مساوات هم افغان ها را با هم دیگه تأمین میکنه. جنرال صاحب عبدالرحیم رئیس دفتر شورای امنیت ملی حضور دارن. باز در قسمت معالجه تان هر امر خدمت باشه اینا میکنن، توجه میکنن. مسئله روحی بلندتان افتخار میکنم. خداوند به زودی شفا بدهتان که باز هم در صف قهرمانایی که هستین زیادتر استادگی کنین. روزتان بخیر و خانواده محترمه و تمام همسنگرایتان از طرف ما سلام میگین. علیکم سلام. سلام علیکم و رحمت. بخیر باشین. سلام علیکم. سلام علیکم جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقماندان اعلای قوای مسلح. در خدمت هستم سر میشنم. جناب قماندان صاحب امنی جوز جان، من تلفن کردم که از زحمات شب و روزیتان، از شجاعتتان و پایمردیتان در دفاع شهر شبرغان تشکر کنم. خواهش میکنم صاحب. ما که یک قدر خون داریم فدای جمهوریت و فدای خودت و فدای وطن خود، همونطور که در اکادمی تعلیف اجرا کرده بودیم و تعهد به این وطن کردیم. انشالله این موضوعات پیش میآید، ما در خدمت هستیم.
مسهرتان بازم گفتم واقعا افتخار میکنم. وضعیت شبرغان دیروز معلوم دار یک اندازه کمک شد، امروز باز بررسی میکنیم. مگر روحی بلندتان و احوال شجاعت و پایمردیتان به ما رسیده بود. از شما و از همه همسنگرایتان تشکر میکنم. آجی صاحب داود سلام علیکم. بله سلام علیکم. جناب آجی صاحب ان الله و انا الیه راجعون. ده شهید دوم چارن مطیع الله بارگزی ده گنگ ده ولسوالی شهادت تاست تسل در کم. تشکر شد. خدای ده تاس را تساتی پیگم چه در دیر سخت ده. نو ما گفته چه شخصا در تا تلیفونو کم ده دیل میلان نه او ادل مین نه وطن نه من نو کم او تاست تسلیت توه. تشکر. خیر رئیس جمهور محترم. بازم اطمینان داشته باشین که انشالله تعالی پس نیمروز تاریخی با مردم تعلق خواهد گرفت. ما در حال انسجام کل قوت هستم. بازم از صمیم قلب شهادت چارن صاحب تسلیم میتم. امید است که مراتب تسلیم مرا به تمام دوستا و خانواده محترمتان برسانید. تشکر. بخیر باشین. سلام علیکم. سلام علیکم.